سلام، خوش اومدید به قسمت اول سری ماینکرافت هاردکور. شاید بگید هاردکور که تو مردی. نه، لو دارم دیگه، خودم مردم. خواستم بگم که آقا هاردکور که من هاردکور که من داشتم ادامه میدادم، بعدش چیز دیگه بعدش دیگه معلومه دیگه مردم داخلش. خودم گفتم مثلا بگم که آقا هاردکور من شروع کرده بودم، بعدش دیگه خودم گفتم مردم دیگه خدا مستقیم برویم و اولین بارم اینقدر سریع ویلیج پیدا میکنم. خدا بریم مثلا این لوت های خفن ازش بگیریم. داشت لوت خفن چی داری؟ داشت ویلیج شما لوت خفن چی داره؟ خب اول میرویم بذار چوب بکنم. میخوام روز اولی بیس هم بسازم. واقعا میخوام که بیس همیشگی ماندگار بسازم. بیس همیشگی ماندگار بسازم، مثلا مشتیه یه چیز خفن بسازم. داداش بکش کنم. من یه دونه از اینا درست کنم چون هی بیلار باش بکنم. شما هم تا ما ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید. این نظرم تو داشت برم سلام بچم. خب اوه چیز باحال اینو پیدا کردم. خب یه چیز خوب بده مثلا من همینجوری میکنم. یه چیز خوب بده. بله که چیز خوب میده داداش. اسم این سری قراره چی بذارم؟ اسمش میذارم پیشرفت کرد. چیز خفن. من چون میخوام داخل این پیشرفت کنم. آیرون گالم میل کنم به من غذا بگیرم. کافی دستم بهت بخوره. چرا هر موقع وسط ویدیو شارژ گوشیم تموم میشه؟ با ویل کن. زدم پرد شد. ولی ویلیج خیلی باحال. خدایش عاشق ویلیج. خب کرافتینگ تیبل بیلار و اینا جوری چند تا میذارم برای کارای احمقانه. این اوکی. الان باید چی بسازم؟ یه دونه تبر میسازم با یه دونه شیلد. یه ذره بیشتر درست کنم. نه خب بعدم برای کلوچ میمونه دیگه. خب این از این اونا رو بگیرم دستم، اینو بکنم. آیرون گالم رو بکشیم. آیرون گالم داشت بخوای دنبالم بیای. من همینجا میکشم. داشت نمیای؟ خودش نمیای؟ مسکول شدی؟ مسکول شدی؟ همینجوری میکشیمش آقا. خودم لگ زدم ماینکرافت آیرون گالم تکون نمیخوره. واقعا یه لگ خوبی بود. دمت گرم. ممنونم بابت این لگت. خدایش من یه دونه دیگه از این خونه های داخلش آیرون وجود داره پیدا کنم، خدا رو شکر میکنم. دام برو داشتم میافتادم.
برو اینم اون یکی لوت کردم درست زومبی میاد یه زومبی ترکیده ببینم از این بالا چیزی معلوم نیستش پارکورم هم خب همون چیزی که میخواستم بعد این که نمیبینم من از آخرین باری که مردم از فول دمیج بودم گفتم نمیمیرم مردم چاره پوستش نمیاد چیز خوب بده چیز خوبی داره غذا هم گرفتم الان من 2 تا شلوار چه به درد من میخوره من میگم خب حالا اول چیکار میکنیم اول ما یه شیلد میسازیم آرمور بسازم یا شیلد 1 2 3 3 تا برام میمونه با 3 تاشم فاین کلاه میسازم دیگه خب اولا نصف آرمور کامل میکنیم از این ناشون خراب میکنیم واقعا ببخشید چیه آدم که نیستن خرن بریم این طرف اون طرف رو یه ذره بگردیم ببینم چیزی پیدا نمیکنم غیر از این ویلیج دیگه مطمئنم چیزی نیستش یه ویلیج ولی ویلیج چرا بزرگ بود آره خودش ویلیج بزرگی بود ویلیج خیلی خوبیه غذا داریم الان همه چی غذا داریم همه چیز داریم غذا خدایش همه چیز داشتم میفهم ترسیدم من هر سری که میخوام چیز کنم میترسم هر سری که میخوام وارد قاری بشم میترسم نمیدونم چرا من تو هاردکور همیشه استرس داشتم چون میمیرم سری تو هاردکور به خاطر همینه که من هاردکور کم ویدیو میگرفتم چون سری میگرفتم اینجا لاوا پوله از راه دور فهمیدم بیدم بر نداشتم داره شب میشه بذار بریم اول پورتال بریم اول پورتال رو چیز کنیم لوت کنیم داره شب میشه من سری همه رو اینجوری لوت میکنم بعد یه چیزی یه نم چیز ماینکرافتی بود چی بود میگفت همیشه اینجا رو بگردید آیرون پیدا میشه جدی میفرمایی؟ داداش من این همین سال ماینکرافت بازی کردم آیرون پیدا نشد اون موقع یه سری تو میخوای بگی کنار این پورتال آیرون پیدا میشه نمیدونم الان بذار بگردم شایدم پیدا شد نمیدونم حالا اینا اسکلن دیگه من که فکر نکنم هیچ انی پیدا باشه اینجا هیچ انی هم پیدا نمیشه بله طبق اون چیزی که خودم میدونم هیچ انی اینجا پیدا نمیشه آخه پورتال اینجا آیرونش چی بود او مای گاد واو خب باز دمت گرم بابت اینکه گفتی به ما من سریع برم بالا خب الان من برمیگردم هیچ بی تردید برمیگردم تبرمو میگیرم اگه مابی اومد خفتش میکنم سوسیس بابا سوسیس اصلا مشتی بذار من برم تو خونه بخوابم فردوس و بی تو خصوصی تخم مرغ مشتی درست کنم دام نیفتم تو لاوا دام برگشتیم وارد یک خانه شو بخواب خب بیدو برمیدارم دیگه نمیخوام دنبال بیت بگردم وقتشه برم یه بیس برای خودم بسازم واقعا الان دنبال یه بیسم یه سری داشتم من اینجوری ویدیو میگرفتم بازی میکردم کریپر اومد کنارم ترکید توی همین سید داشتم چون جمع میکردم کریپر اومد کنارم ترکید مردم
راستی داخل هاردکور قبلی من همینجوری مردم، توتم نداشتم دیگه. توی تم عجیبه. راستی بچه سوروایول شنبه براتون میاد، شنبه یه هفته دیگه دارم میکنم. من چیزی دارم چرا دارم میکنم اما اینو چرا کردم بلکن. و فعلا بذار یه ذره چوب جمع کنیم که بریم یه بیس برای خودمون. تا اون موقع شما ویدیو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، چرت و پرت بذارید، درسی میخواید بذارید، من هیچ کاری ندارم، فقط برید بزن بریم. و من یه ذره چوب جمع میکنم الان میام. بچه یک استک چوب جمع کردم، یک استک و بیزم الان میخوام برم بسازم. فقط اینکه چجوری نمیدونم تایم لپس بگیرم. بچه این تایم لپس نمیگیرم، تو ویدیو براتون میسازم، چون واقعا یه سری مثلا وسط تایم لپس من حواسم پرت میشه، کلیپر میتر که میدینه توی ویدیو. بهتره که برم دیگه هم آف ویدیو بسازمش دیگه. الان من یه تبرم هم داره خراب میشه، آیرون هم که ندارم. سوسیس کرافتینگ کرفتینگ تنبل. خب الان اینجا من برم بیسم بسازم دیگه، تو ویدیو براتون میسازم. 1 2 3. خب بچه اینم از بیسم، ببینید چه خوشگله. الان فقط اینکه پلیجرهای ازمغز اومدن در منو خراب کردن. در من نمیدونم نصف شبیه پلیجر یه ویلیجی که خالیه چیکار میکنه؟ هیچ لوتی نیستش. اینم بیسم البته ایناشو من باید بکنم. اینو نمیدونم اینو رو باید بکنم، کندمش. البته که من این درای با آیرونی بسازم، به خاطر اینکه پلیجرهای ازمق دو ویلیج میان حمله میکنن و چیز میشه دیگه. فعلا اینجا چیز شد. الان من اینجا هیچ دیزاینی نداره، من الان هیچ دیزاینی رو این نزدم. خدایش پیشرفت کرفته، اصلا پیشرفت کرفته مشتی. خیلی پیشرفت کردیم. بیسم نسبت به اون یکی هاردکور آره خیلی پیشرفت کردم. بعدش دیگه همین دیگه. بعدش لایک ساب کامنت یادتون نره و تا ویدیوی بعدی طبق معمول بای بای. میبینمتون.